من الان با گوشی تو سرور تیرکس ماینم. آره درست شنیدی، من همین الان با گوشی میتونم برم سرورهای ماینکرافت جاوا یا پی سی. این پلیرها هم همشون با پی سی اومدن ولی من با گوشی. من که میتونم تو پی سی نداری، پس بیا بهت یاد بدم که با گوشی ماینکرافت جاوا داشته باشی. سلام، به اولین ویدیوی لانگ من خوش اومدید. همینطور که تو اینترو دیدید من با گوشی رفته بودم داخل سرور تیرکس ماین. خب از اونجایی که این ویدیو اولین ویدیوی لانگ منه، اگه از ویدیو خوشت نیومد عذر میخوام، ولی اگه خوشت اومد و تونستی وارد سرور شی باید لایک و ساب کنی. برنامه ایرانی هست به نام پوجاب لانچر. این برنامه ماینکرافت جاوا رو روی گوشی اجرا میکنه و چند تا نکته داره که اگه اونها رو رعایت بکنی میتونی با گوشی وارد سرورها هم بشی. خب پوجاب لانچر رو شما میتونید فقط از اپلیکیشن بازار دانلود و نصب کنید و واردش بشید. من از همین بالا دونه دونه کارهایی که باید بکنید رو میگم و شما هم انجام بدید. این بالا نوشته افزودن حساب کاربری. شما باید اکانت بسازید تا بتونید وارد سرورها بشین. دو تا گزینه داره، باید لوکال اکانت رو بزنید، اون یکی نمیشه اصلا. اینجا برای انتخاب آیدیتون چند تا نکته مهم داره که باید رعایت کنید تا به مشکل نخورید. اول اینکه اسم منطقی بذارید، مثلا تو اسمتون ادساین نداشته باشه. دومی که اسم خالی نباشه، مثلا علی خالی نذارید، باید حتما جلوش عدد یا پسوند بذارید. به خاطر این میگم که قبلا یه نفر با اون آیدی وارد سرورها شده و شما نمیتونید وارد بشید چون رمزشو ندارید. ولی اگه یه آیدی متفاوت اصلا بزنید میتونید وارد سرورها بشید و رمز خودتون رو بذارید. ولی توجه کنید که اسم چرت و پرت نذارید که بعدا به مشکل بخورید تو آیدیتون. و اگه حوصله داشتید بشینید فکر کنید که یک آیدی انتخاب کنید که نوک زبون باشه و راحت تو ذهن بمونه. من مثلا برای اسم علی یک آیدی میسازم. ببینید چطوری. اول علی رو مینویسم، حالا جلوش یکی از این خطا میذارم و یک عدد میذارم مثلا 34 یا یک پسوند میذارم مثلا SA. این دیگه به خودتون بستگی داره. اگه دیدین کسی قبلا با این آیدی ها وارد سرور شده و رمز گذاشته رو اکانت، میتونید بیاین تغییر بدین. بریم سراغ بخش بعد، کنترل های شخصی. وارد این بخش میشیم. این بخش هم به خودتون بستگی داره و باید بشنیدش. اگه کالاف پلیرید باید بگم یه چیزی مثل همون هاد کالافه. من دکمه‌ای که به صورت دیفالت داره رو توضیح میدم، شما هر کجا خواستید بذارید. مال من فرق داره و چند تا دکمه کاربردی اضافه کردم، الان بهتون میگم. اول از این دکمه‌های جابجایی و نشستن شروع میکنم. این برای شما همینجاست، دور و برش دکمه هست، اونا رو روشون کلیک کنید بکشید این بر فعلا، بعداً باشون کار داریم. اینا دکمه‌های جابجایی و نشستنه. شما میتونید رو جابجا کنید، بزرگشون کنید، همونجا جای دیفالتشه دیگه، فقط میتونید یکم بزرگترش کنید دیگه. میرسیم به دکمه تب. این دکمه برای اینه که توی سروری که هستین وقتی که نگهش دارین این دکمه رو، لیست بازیکن‌های اون سرور رو نشون میده. تیری آردی برای اینه که بازی رو اول شخص، سوم شخص، کلا دید دوربین رو تغییر بده دیگه. گزینه بعدی یعنی دیباگ. این برای اینه که همون F3 دیگه، یعنی مختصات و تمام اطلاعات بازی رو نشون میده یه مپو. این دوتا دکمه SEC و PRI، این دوتا کلیک چپ و کلیک راستن که من این بالا گذاشتم چون 4 انگشتی بازی می‌کنم. این SEC همونیه که باش بلاک میذارین، کلیک راسته، و PRI همون کلیک چپ باش اتک میدین، یعنی مابی و دمیج میدین و بلاک رو میکنین. چت و کیبورد برای اینه که شما توی سرور که هستین با بقیه بتونید چت کنید. چت رو که میزنید چت باز میشه و برای باز که شدن و بسته شدن کیبورد نباید همون دکمه کیبورد رو بزنید. این دوتا هم کنار هم میذارم این بالا. اینجا یک گزینه هست GUI، این آیش دیده نمیشه، اون کیبورد هم دیش دیده نمیشد. GUI رو بزنید، همه دکمه ها غیب میشن و دوباره بزنید ظاهر میشن، برای اینکه مثلا ویدیویی بخواد ضبط کنین یا چیز دیگه. اینجا یک تنظیمات هست، با اون باید دکمه یک میخواین اضافه کنین. اینجاست تو بازی که میرید نیست، الان فقط اینجا توی ویرایشگرش هست. میایم برسیم به دکمه موس. این دکمه رو که وقتی میزنید موس میاد تو صفحه و باهاش میتونید کار کنید و کلیک چپ کنید روی دکمه هایی که داخل ماینکرافت هست و اینطور چیزا. اینم میذاریم همین گوشه چون مهمه. اینجا دو تا دکمه هست که خودم اضافه کردم. این دکمه جامپ هم که برای پرشه میذاریم همینجا مثل ماینکرافت به دراگ بمونه. این دکمه این برای اینورتوری، همین کنار اینورتوری بذارید مثل ماینکرافت به دراگ. این بالا هم به اسمش دقت نکنید، من ساختمش برای اینکه تو کریتیو بلاکی رو بیارم تو دستم. خب این از این میایم بیرون و میرسیم به بخش نسخه ها.
این فلش رو میزنیم. برای من اینجا نسخه‌ای که داره رو زده و شما نسخه‌ای ندارید. اینجا ایجاد پروفایل جدید رو میزنید. اینجا یه لیست از نسخه هاست، از نوع نسخه هاست. شما باید بیاین تو ریلیز یا آپتیفاین. آپتیفاین حالا زیاد پیشنهاد نمی‌کنم، این چیزا دیگه هم کار نداریم باشون، برای مود و ایناست. آپتیفاین رو بیشتر برای این استفاده می‌کنم که بخوام زوم کنم و گوشی خیلی قوی باشه دیگه. همون ریلیز رو انتخاب می‌کنیم. حالا اینجا باید نام انتخاب کنیم. اصلا من نام نمیذارم، مهم نیست یادین. بقیه چیزا مهم نیست، فقط نسخه رو که بزنید اینجا انواع نسخه رو میاره. ما توی همون ریلیز در واقع اینجا باید وانیلا رو انتخاب کنیم. اینجا ریلیز و لیست تمام نسخه رو میاره. اینجا این نکته خیلی مهم وجود داره. شما اگه گوشیتون ضعیفه یک نسخه 1.8 رو انتخاب کنید و اگه گوشیتون قویه 1.19.4. چون به غیر از این دو نسخه اگه نسخه انتخاب کنید بخش مولتی پلیرش کرک نیست که بتونید بازی کنید. حواستون باشه دیگه، یا 1.19.4 یا هم 1.8 رو انتخاب کنید و بیایید. این نوع که زدین ساخت رو میزنید و تمام شد. شروع بازی رو میزنید، دانلود میکنه 1.8 رو، بعد وارد بازی میشید. خب بریم من داخل بازی رو بهتون توضیح بدم. مولتی پلیر رو میزنیم اینجا، موس فعال مولتی پلیر رو میزنیم. اد سرور رو که بزنید سرور رو میتونید اد بدین. من تیرکس ماین رو از قبل اد دارم میزنم، میرم داخلش. میبینید که الان با گوشی اومدیم سرور تیرکس ماین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ما داریم یه سرور میزنیم که رول پلیش رو شما باید با این پوجاو لانچر بیایم و اون ولی SMP شو میتونید هم با گوشی هم با جاوا بیاین، یعنی به دراک هم میشه.